دشمنان میدونید چرا چشم طمع در کشور ما دوختن؟ برای اینکه ما به جاهایی رسیدیم که اون منطقه سفت زمینه، سخت به اصطلاح کاره، به این سادگی دیگه خیلی راحت با اینا نمیشه عمل کرد. اونورم که دارن فشار میذارن، ما رو تحریم میکنن، معاملات ما رو نمیذارن، یعنی از این ور دلسوزی بر ما میکنن برای مردم، از اون ور تمام راههایی که برای توسعه یه جامعه لازمه میبندن. اون آدمایی که قاتلین جمعیتی هستند ادعا میکنن که مثلا اینجا داره قتلی اتفاق میفته، شما این جامعه رو، این دنیا رو به قتل و غارت تبدیل کردید. چه کسی این کارو کرده؟ چه کسی تو غزه، تو لبنان، تو فلسطین، تو هر جای دیگه نگاه کنید داره بدون به اصطلاح ملاحظه زن و کودک و پیر و جوان و چه میدونم هر کسی هر راحت بمب میرزه مردم رو قتل عام میکنه، بعد دم از حقوق